55 میلیون خارجی که در امریکا همراه ویزا آمدن، تمام پروسه ویزیشان دوباره بررسی میشه. اینا میتونه در داخل امریکا باشه یا در خارج از امریکا. و این ویزاهای توریستی، ویزاهای تجاری، ویزاهای کاری، ویزاهای محصلی تماما بررسی میشه. دلیلش هم است که میخواین بفهمن که بیشتر از زمان ویزیشان در امریکا ایستاد نشده باشن یا اوورستی نکرده باشن، کارهای خلاف قانون نکرده باشن، جرمی خطری برای امنیت امریکا نداشته باشن یا از گروه های تروریستی پشتیبانی نکرده باشن. این خبر در تاریخ 21 آگوست نشر شد و از طرف وزارت خارجه امریکا بود خبر، و تمام فعالیت های رسانه‌ایشان اینا بررسی میکنن. قبلا هم اینا جریان داشت، مثلا در قالبای خرد و به تعداد کم اینا انجام میشد، ولی چیزی که ایرا بولد کده یا بسیار بزرگش کده ای خبر است که به تعداد 55 میلیون را اینا بررسی شد در روی دست گرفتن، که تعدادی بسیار بزرگی است.